برای اینکه فروشتو افزایش بدی 3 چیزو زیاد کن. خیلی راحت فروشت افزایش پیدا میکنه. یعنی اگه این 3 چیز هر کدومشون رو 2 برابر کنی، کل فروشت 6 برابر میشه. تعداد مشتریاتو افزایش بده. همیشه باید در حال جذب مشتری جدید باشی. مشتریاتو زیاد کن از راه تبلیغات، از راه برخورد خوب با مشتریای قبلیه که اونا برات مشتری معرفی کنن و راههای دیگه. دومیش مبلغ خرید هر مشتری رو بیشتر کن. از روش‌های کراس سلینگ و آپ سلینگ که تو پست‌های قبلی توضیح دادم حتما استفاده کن. کراس سلینگ قبلا بهت گفتم، مثلا شما موبایل فروشی داری، مشتری میاد موبایل میخره، همون موقع گاردش هم بهش میفروشی، گلس موبایل هم بهش میفروشی. اینا میشه کراس سلینگ، یعنی چیزای جانبی در کنار اون کالای اصلی به مشتری میفروشی. آپ سلینگ هم یعنی بیشتر میفروشی به مشتری. مثلا میاد یه گوشی ازت بخره، دنبال گوشیه که دوربین خیلی خوبی داره. خب شما یه گوشی داری که دوربینش خیلی خوبه، یه ذره از اون چیزی که مشتری انتخاب کرده گرونتره، بهش معرفی کن، حتما استقبال میکنه. و سومین مورد این که تعداد دفعات خرید هر مشتری رو افزایش بدی. مثلا مشتری تو سال 2 بار میومده پیشت، الان 3 بار میاد پیشت، 4 بار میاد پیشت، که اونم برمیگرده به مشتری مداری خودت، به برخوردت با مشتری، به اینکه شماره‌ش رو به یه نحوی بگیری، براش یادآوری تو دوره‌های متفاوت بفرستی. مثلا کالای جدید میاری بهش پیام بدی، توی واتساپ براش روش‌های نگهداری از اون چیزی که خریده رو براش بفرستی. یه جوری تو ذهنش باشی که هر وقت خواست اون کالا یا کالاهای مشابه رو ازت بخره بیاد سراغ خودت. مثلا یکی از دوستان که فروشگاه گل و گیاه داشت تعریف میکرد، من وقتی مشتری میاد ازم گل میخره شماره‌شو میگیرم، میگم روش‌های نگهداری از گلا رو تو فایل PDF براتون میفرستیم تو واتساپ. همین باعث میشه مشتری دفعه بعدی که میخواد گل بخره فروشگاه منو تو ذهنش باشه ناخودآگاه. پس این 3 رو افزایش بده که در کل فروشت بیشتر بشه. تو کامنت ها بهم بگو از کدوم یک از این 3 مورد تو کسب و کارت بیشتر استفاده میکنی و افزایش کدومش راحت تره. حواست باشه مورد 1 با مورد 3 به هم دیگه ارتباط دارن.